اوکی. درود با همگی دوستان، حال شما چطوری؟ احوال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. آیا صدای من رو دارین؟ صدای سایه رو دارین یا نه؟ آیا صدای من رو دارید یا نه؟ اوکی. سلام نازنین، حال شما چطوره؟ صدای من رو دارین؟ واو. خانم صدای من رو دارین نازنین؟ بله صداتون رو داریم سایه جان. اوکی مرسی. میتونی صداتون رو اسپیکرتون رو قطع بکنید. اوکی بکنم. سپیده صدای من رو دارین؟ شما دستتون رو بالا کردین. سلام سایه جان. بله میخواستم بگم که صداتون هست. اوکی. یک لحظه. اوکی میتونم قطع بکنیم. اوکی. همین که صدای من به شما میرسه بسیار مهمه. اوکی میتونین اسپیکرتون رو خاموش بکنین. حال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین، یا به قول سایا در مدار این شقه نظم الهی و آرامش الهی سیال بوده باشید. اگر چنانچه نور بیرون داره میفته روی صورت من دیگه به هر حال اون رو یه جورایی مدیریتش بکنید. با من برگردید به لحظه حال. عضله عدم قضاوت رو خاموش بکنید لطفا. عضله عدم قضاوت رو آگاهانه، هوشیارانه ما خاموش میکنیم. یعنی همه چی دست هوشیاری ماست و کوشش میکنیم این هوشیاری از کجا میاد؟ از جایی که ما ایگو رو بشناسیم. اگر ایگو رو بشناسیم، کار کردن با عضله ها که در فضای اطری بدن من هست راحت تر میشه. خب اگر دوستان دقت کرده باشین، چیزایی که من دارم میبینم الان، نوتیفیکیشن راشه رو که من دارم میبینم، یعنی ما یک هفته از نظر تعاملات بالا، میتونیم به نوعی به فرم خودمون تحت فشار قرار بگیریم. من دیروز به یه مدل دیگه نوشتم اگر اشتباه نکنم. چگالی سبکه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونیم رها بشیم از چه چیزی؟ از چیزهایی که ما رو اسیر کردن، از باورهامون، افکارهای عهدی، افکارهایی که دیگه به من سایا خدمت نمیکنه. این افکار کهنه، مثلا بر فرض مثال یک عبارت، مرد گریه نمیکنه. این یعنی چی؟ یعنی افکار پوسیده، افکاری که مدرنیزه نیست، افکاری که کلاسش بالا نیست. ما نمیخوایم لو کلاس حیات بکنیم، ما نمیخوایم لو کلاس بکنیم. لو کلاس این نیستش که آرم پیراهن من اینجا مثلا دیور باشه، لویی ویتون باشه. اجازه نمیدم که الگوریتمی که پوسیده است به من سایا برند بده، من سایا رو اینترنشنال بکنه. یعنی این افکار موند در دنیای سنتی که یک زمانی سیاره حاکم بر کپریکون به اسم ساترن سنتی بود، سنتی فکر میکرد، سنتی عمل میکرد. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی لویی ویتون، باز، دیور، جیونچی داره به من چی میده؟ اعتبار میده، کردیت من رو میبره بالا، خمورات شدن آدم ها جلوی من زیاد میشه. به به، چه سایا کلاسش بالا. چرا؟ برای اینکه آرم لویی ویتون روی پیراهنش. این یعنی چی؟ این یعنی من هنوز در دنیای قدیم هستم و الان پلوتو، مارس، اورانوس اومده بم میگه سایا الان میخوای از این الگوریتم بیای بیرون؟ آیا تو میتونی به لویی ویتون اعتبار بدی یا لویی ویتون باید به تو اعتبار بده؟ آیا اگر من یک شورومی دارم، یک نمایشگاهی دارم، فرش میبافم،
هر آنچه که بهش مشغول هستم و منبع درآمد من هست، یا آن مشتری، آن کاستومر، برای اون مبلی که من از ایتالیا دارم صادر میکنم به امریکا یا با ایران یا با حالا هر کشور دیگه ای، اون کاستومر میاد برای اون برند، یا اون کاستومر داره میاد به خاطر من سایا به اون شی، به اون مبل، به اون فرش باید اعتبار بدم، به خاطر اعتبار من دارم میان یا به خاطر اون برنده. این میشه افکار پوسیده. یعنی من اجازه میدم که آن برنده به من اعتبار بده. یعنی سایه هیچی، یعنی سایه اصلا مغزش کار نمیکنه، سایه در دنیای زیر زمین مونده و اورانوس میگه آیا از این الگوریتم میخوای راحت بشی؟ اصالت تو اون لویی ویتونه هست، اصالت تو آنی هست که پدر، مادر، اجتماع، جامعه، قدرتمندان گفتن که مرد گریه نمیکنه، دختر با تون صدای بلند صحبت نمیکنه، شما حتما باید ازدواج بکنی که سکس بکنی. اگر ریجی نباشی تو رو نمیگیرن، توف میندازن به صورتت. این یعنی چی؟ یعنی این یک باور قدیمی، یک تعصب بسیار پوسیده بدرنگ لو کلاسیه که از نسل قبل، یعنی از اجداد ما، نیاکان ما رسیده به من سایا. اگر به یه دختری بگم که اوکی تو ویرجین نیستی، پس هیچکس تو رو نمیگیره. کلمه رو دقت بکنیم، هیچکس تو رو نمیگیره. تو اگر یه پسری هستی، یه مردی هستی که با کوچکترین چیزی بالا پایین میشی، با کوچکترین چیزی احساساتی میشی، این یعنی جنریشن قبل به تو رسیده و تو رو از هویتت، از اصالت تو رو دور کرده. و پلوتو در آکواریوس اومده این آزادی و این آزادگی رو به تو برگردونه. یعنی چی؟ یعنی وارد قلمرو قدرتت بشی، وارد قلمرو اقتدارت بشی. اجازه نمیدم به کسی که بیاد چیکار بکنه این آزادگی درون رو از من بگیره. یعنی اون باورهایی که خودش نهادینه کرده به من وارد بکنه. حالا من قبول میکنم که مرد نباید گریه بکنه چون مرده، دختر نباید با صدای بلند بخنده، دختر نباید مثلا قبل اینکه ازدواج بکنه سکس بکنه. درسته؟ این پوسیده است. این الگوریتم این پارادایم ذهنی قدیمیه. حالا الان هم اکنون یک سناریویی از طریق پدر میتونه باشه، مادر میتونه باشه، دوست میتونه باشه، پارتنر میتونه باشه، اشتباه میتونه باشه، سوشال مدیا میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه. درسته؟ میاد به من 2 تا چویس میده، میگه یا آزاد یا زندانی. یا آزاد میشی یا زندانی میشی، ولی سایا بهاش رو باید پرداخت بکنی. میخواد دوستامو از دست بدم، رابطه پوسیدم رو از دست بدم، پدر و مادرم من از خونه بندازن بیرون، اشکالی نداره. هر چیزی در این پلنتی که ما داریم، در این جهانی که من دارم زندگی میکنم، بها داره و این بها برای مجازات من نیست. من حس میکنم که دارم مجازات بشم در صورتی که تمام برنامه‌های داخل فضای اتری بدن سایا، یعنی روح سایا، داره میگه دیلینگ wake up، سایا بیدار شو، wake up، بیدار شو. یا من یاد میگیرم یا اینکه اورانوس، مارس، پلوتو میاد یه سیلی محکمی به عناوین مختلف، به فرم مختلف زیر گوش من میزنه، میگه حالا باید بیدار شی. یا تعصبات یا آزادگی. 4 سال پیش 3 سال پیش فکر کنم بود، سر همین داستانه فکر میکنم که مهسا امینی بود که من توی کانال قندیل 1-2 بار فکر کنم وایس گذاشتم و حتی نوشتم که ما خیلی از ماها میلیون نفر از ماها در جامعه ایرانی هنوز معنای آزادی و آزادگی رو اصلا درکش نمی‌کنیم. هر موقع، یعنی شخص به شخص، فرد به فرد، محله به محله، منطقه به منطقه، شهر به شهر، استان به استان، این داستان اپیدمی بشه، یعنی
اون ریشه، اون عمق داستان حل بشه، دیگه نیازی به پروتست و مرگ بر فلان و نمیدونم پدر فلان و مادر دیگه نیست. من آزادی و آزادگی رو فعلا از درون باید بشکافم، لمسش بکنم، مزش بکنم. این آزادگی که میگن چیه؟ آزادگی درون رو. از اینجا نشستم به فلانی دارم نظر میدم، یا زیر ویدیوش، زیر لایوش، زیر پستش، توی مهمونی، توی عروسی، میام بهش تازه نظرم میدم، میگم تو نباید این لباس رو بپوشی، تو آدم خوبی نیستی. اونی که من بیننده، من شنونده دارم نظر میکنم و مینویسم که غلط زیادی هم دارم میکنم، من حالا فعلا در اسارت موندم، تعصبات خودم رو میخورونم به اون طرف مقابل. هیچ، میلیون ها طرف هم میان کامنت منو میخونن، کلمه های من رو میشنون. ممکنه بچه 5 ساله بغل من باشه، ممکنه یه دختر نوجوان 16 ساله، پسر نوجوان 16 ساله این حرف من رو بشنوه و ناخودآگاه تمام تعصبات پوسیده خودم رو به همون نسل جدیدم وارد میکنم. همینجوری نسل به نسل، نسل به نسل میریم جلو و این زنجیره ما میدونیم که به هم وصله. هر آنچه که من دارم میگم فراخوان میدم و هر من میشنم. درسته؟ حالا وقتی که این الگوریتم پوسیده رو به شکل کامنت میام من مینویسم، من خودم در الگوریتم خودم زندانی هستم. این داره نشون میده که سایه بیدار نیست، سایه خوابه. تو اینو باید بپوشی، تو اینو باید، اونی که من میگم بپوشی، اونی که من میگم و باید حرف بزنی، اونی که من میگم و تو باید انجام بدی. سایه اگر 10 بار مدیتیشن میکنه، شما باید عین 10 بار رو مدیتیشن بکنی. سایه اگر از این عبارت تأکیدی داره استفاده میکنه، شما دقیقاً اون عبارت این یعنی چی؟ این نه تنها من هنوز بیدار نشدم و در توهمات خودم هستم، بلکه میام تمام قدرت رو از طرف مقابل از چنگش در میارم، اون رو وابسته خودم میکنم، نه تنها اون رو رهاش نمیکنم، بلکه 4 تا سنگم به دست و پاشم میبندم، اون رو وارد قلمرو خودم میکنم. این یعنی چی؟ این همون سنتی است، این همون افکار پوسیده است. بعد میاد سایه رو در شرایطی قرار میده، میچرخونه، بالاخره 1 ساعت در مکان مناسب، زمان مناسب، تایم الهی من دارم صحبت میکنم. باز یکی میخواد صحبت بکنه، تیل من دارم صحبت میکنم، بارها تکرار کردم وقتی دارم صحبت میکنم لطفا دست بلند نکنید. اوکی، اسپیکرتون رو لطفا خاموش بکنید. چیکار میکنم؟ شما رو وابسته خودم میکنم، شما رو وارد قلمرو خودم میکنم. نه تنها به شما قدرت رو پس نمیدم، بلکه قدرت رو میگیرم. این یعنی همون تعصبات این مثال میتونه باشه، یک مثال که راحت‌تر اینو بتونیم درکش بکنیم. حالا نکته‌ای که هست، با یک مثال شروع کردم که الان تعمیم بدیم به زندگی خودتون. ببینید چه اتفاقی داره میفته. چه اتفاقی میفته؟ فرمش یک کاری نداری، هر کدوم ماها چالش داریم. درسته؟ اینکه چه جوری داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، آیا داری جنگ میکنی، آیا براش گارد گرفتی، یا میپذیری با آغوش باز. چون انرژی هایی که الان داریم از بالا، از پایین، از دنیای زیر زمین، از دنیای پدر آسمان، من و شما مثل یک لدر میمونیم. از پایین به دل مادر زمین بستیم، از بالا به پدر آسمان، یعنی در قسمت ملاج سر یک واسطه هستیم. حالا این که انرژی ها داره به من میگه بوم بوم بوم، یعنی میترکه، مثل یک انفجار میتونه باشه، مثل یک قطع شدن ارتباط میتونه باشه، مثل از دست دادن یک کار میتونه باشه که سناریوش تلخه. ولی من میخوام شما تمرکز بکنید به عمق داستان، اون ریشه رو بهش نگاه بکنی. بوم، ترکید، به هم ریختی، حالت بد شد، از دست دادی، تموم شد، اوکی. ولی این تعاملات جدید به من میگه که درود بر شما، زنده باد این شقه، زنده باد آزادی، زنده باد آزادگی.
زنده باد حیات، زنده باد جاودانگی، زنده باد سلامتی، جوانی، زنده باد شادمانی. اینو میخوام ببینیم، اینو. یعنی انقدر من سایه همکنون باید حواس جمع باشم و انقدر در طول زمان چیزایی که یاد گرفتم، تمرین کردم، نوشتم، ضبط کردم، ورکشاپ های متفاوت شرکت کردم، انقدر باید مدرنیزه من اندیشه بکنم. بارها گفتم این مدرنیزه بودن به لوکیشن نیست، این که کجا به دنیا آمدی، پدرت که، مادرت که، پروفسور هستی، دکتر هستی، لوله‌کش هستی، هر آنچه که از به اینا مربوط نیست، به نوع ماشینی که سوار میشی نیست، به نوع لباسی که میپوشی نیست. مدرنیزه بودن به اینا نیست. مدرنیزه یعنی اینجات درست کار بکنه. اندیشت رو باید آپگرید بکنی، گفتارت رو باید آپگرید بکنی، کردارت رو باید آپگرید بکنی، پندارت رو باید آپگرید بکنی. ما اصلا نمیخوایم وارد دنیای معنوی و اسپریچوالیتی و اسپریچوال و روح و اینکه تماس با ابعاد کهکشان 25 ما در اون حد نیستیم که وارد اون قلم رو بخوایم بشیم. من هنوز در این شرایط، در هر کشوری که دارم زندگی میکنم، با کوچکترین چیزی به هم میریزم. من فعلا یک راه حل هوشمندانه برای این داستان پیدا بکنم. تماس تلفنی با ابعاد کهکشانی پیشکش. ریشه رو من باید حلش بکنم، درمانش بکنم، خودم بهش شفا برم. بس دیگه، از بس به این اون وابسته شدم. من چی میخوام؟ من چی کار بکنم؟ چجوری این مریضی که در من هست رو ترمیم بکنم، شفا بدم، حالم خوب بشه، حالم متعادل بشه، سعادت درون رو، آرامش درون رو، نشاط درون رو احساس بکنم. درسته؟ با کوچکترین چیزی الان من به هم میریزم. من دارم میگم که اوکی، انقدر اندیشت الان باید گسترده بشه. گستردگی اندیشه با چه چیزی؟ با چه ابزاری سایه؟ با چه ابزاری؟ چیزایی که داری میخونی، یاد میگیری، مینویسی، نازنین من، باید عمل بکنی. 2، نظم در تمرین کردن باید داشته باشی. 3، اگریسیو باید باشی. باید اگریسیو باشی. من اینجا بچه ابزار ندارم، ممکنه تو بکشه بوده بشه. باید اگریسیو باشی. اون انرژی وحشی باید بیدار بشه از درون. نظم داری. الان من یه چیزی به شما گفتم، مثلا یه چیزی قبل لایو بوده که شما رو به هم ریخت، ممکن توی محیط کار بوده، دانشگاه بوده، توی رابطه بوده. الان نگاه کن اون چالش رو بیا جلو چشت. میتونه بیپولی باشه، میتونه بیکاری باشه، هر چیزی میتونه باشه. درسته؟ بیا جلو چشت. اذیتت داره میکنه، اندیشت رو گسترده بکن. این داستان رو با یه لنز دیگه، با یه فرم دیگه بهش نظر کن. یعنی از اون بدنت بیا بیرون آگاهانه، ایگو رو بذار سر جای. حالا از طریق انرژی، از طریق روح، از طریق ارتعاش بهش نظر بکن. ببین اون کیه که به هم میرسه، اون کیه که سریع بالا پایین میشه، اون کیه که خشکی میشه، استرس پیدا میکنه، میترسه، وحشت میکنه. اونا کیان؟ چیان؟ دوباره برگشتیم سر جای اول، ایگو. کم نگفتم، تا آخر عمرم هم میگم، تا ایگو رو، نفس رو نشناسیم، چیزایی که من میگم، بقیه میگن، سوشال مدیا میگه، نمیفهمیم، درکش نمی کنیم. ما باید چی رو یاد بگیریم؟ ایگو رو ما باید تشخیص بدیم که ایگو چیه. دیگه اون موقع با کوچکترین چیز من بالا پایین نمیشم. سناریو هست، چالش هست تا آخر عمر، تا زمانی که من تو تابوت بذارم هست تا آخر عمر. این که نظر من به اون چالش یا به اون خوشبختیه، به اون بدبختیه، به اون خوشحالیه، به اون ناراحتی چیه، اون دیگه نیاز به اون تمرین نداره. تمرین من باید بکنم. به این چالش جوری باید نگاه بکنم انگار یه تکلیفه، یه تمرینه برای آپگرید شدن کردارم، پندارم، اندیشه ها. برای همین میگم یعنی گسترده من باید اندیشه بکنم. به یکی خوبی میکنم، مدرنیزه میگه انتظار داری. الگوی قدیمی میگه که انتظار داری.
الگوی جدید میگه انتظار دوباره داری از خوبی که برای کسی میکنی، سرویسی که به دیگران میدی. دوباره سنتیه میگه انتظاری داری. خب سنتیه سالها به من گفتش که سایه آره خوبی میکنی باید انتظار داشته باشیم. مثلا الان جدیدا میگن نه چرا باید انتظار داشته باشیم. اون همون ایگو است دیگه. من دارم یه چیزی میدم، یه چیزی مثلا حتما باید بگیرم. اگه یه کادویی برای تولد شما میگیرم، شما عین همون کادو رو بعد به من پس بدی. توی الگوی مدرنیزه به من میگه که تو خوبی رو میکنی برای خودت یا خوبی میکنی به این اون که بهت برگردونم. تو چیکار داری؟ این خوبی رو میکنی؟ دوست داری؟ باش حال داری میکنی؟ کیف بهت میده؟ کیف بهت میده؟ من چیکار دارم؟ من نونه رو میندازم توی اقیانوس، توی دریا، ماهی میان نونه رو میخورن. عالم ندونه، عالم نفهمه، خالق که میفهمه. اون خالق میتونه یونیورس باشه، هر چیزی میتونه باشه، فرکانس زمین میتونه باشه، ارتعاش میتونه باشه، پدر آسمان میتونه، هر چیزی میتونه باشه. من نمیدونم اونجا شو. من نمیدونم. دختر نباید سر کار بره بعد از 18 سالگی. تعصب قدیم اوکی. افکار اندیشه مدرنیزه الان با مقاله، کتاب، ورکشاپ، کارگاه، طرحواره، اساتید، چیزایی که در اومده کانفلیکت ایجاد میکنه. یعنی این همه الان ما در دنیای داریم زندگی میکنیم که دیگه اشباع شدیم از علم و مقاله و کتاب و اساتید معنوی، همون قلابی، همه اینا هست. درسته؟ حالا الان دیگه اندیشه هامون باید گسترده بشه. استرس من باید کمتر بشه، ترس من باید کمتر بشه. مدرنیزه داره میگه که وارد ترسات میشی، وارد دل ترسات میشی سایه یا نه. مدرنیزه میگه از منطقه امنت میای بیرون. مدرنیزه داره میگه که بابا سالا یه پسر 30 ساله، یه دختر 30 ساله با خانواده‌اش داره زندگی میکنه، چسبیده به دل پدرش و مادرش، هنوز کردیت کارت از پدر مادرش میگیره، هنوز من به درآمد نداره. این حالا مدرنیزه میگه از منطقه امنت بیا بیرون. همیشه توی خونه چه میدونم پنتاو زندگی کردی یا توی ویلای چه میدونم 2000 متری پدر زندگی کردی، حالش کار نداره. از منطقه امنت بیا بیرون، ولی حساب شده از منطقه هم باید کمک بگیری. این چیز خیلی خوبه. منطقه که ما بی‌نظیره، تمام عیاره. درست؟ پس چیز بکنم. حالا یهو نمیام که مثلا من برم یه ویلای دیگه مثل ویلای پدرم بگم که توش بخوام زندگی بکنم، چون از ویلای پدرم در میام. من 30 سال به اون ویلا عادت کردم، الان این اون ویلا باید برای من باشه، یعنی یه چیز پرایوت برای من باشه. درسته؟ حالا از یه طرفم میگه من پول ندارم. اوکی پول نداری، به اندازه میتونی بری خونه شیر بکنی، ولی نکته اینجاست که شما از منطقه امنت آمدی بیرون، حساب شده، شمرده شده، آمدی بیرون. سالها کار نکردی، هیچ اشکالی نداره. من از کافی شاپ کار کردن شروع میرم، تو کافی شاپ کار میکنم. قرار نیست روز اول من دکتر بشم، مهندس بشم، نمیدونم یه لپتاپم جلوم بذارم که چیه به من بها بدن. اگر لپتاپ جلو من باشه، اگر من کت و شلوار بپوشم، اگر من دستمال گردن بزنم، کت و دامن بپوشم، لپتاپم هم کیف سامسونگم تو دستم، چلیک چلیک چلیک، سایه خانم اومد، دکتر سایه اومد، خب این باعث میشه که من ایگوم هم قدقد بکنه هم باد میکنم. درسته؟ این که من از منطقه امنم دارم میام بیرون، شروع میکنم به کار کردن از جاهایی مثل کافی شاپ میتونه باشه، کافی درست کردن میتونه باشه، فروشندگی توی شاپینگ سنتر میتونه باشه. همین که قدم برداشتن، این یعنی چی؟ یعنی سلام بر آزادی. یعنی من دیگه وابسته خانواده نیستم، وابسته این که کریدیت کارت از پدرم مادرم بگیرم نیستم. من به درآمدم اگرچه که کمه، ولی همین که قدم برداشتم این باعث میشه که تمام ابزار یونیورس آماده بشه برای بهتر و بهتر شدن. همه ما داریم تلاش میکنیم که یک زندگی ایدئال فقط داشته باشیم. انقدر ایدئال باشه که خود سایه توش احساس راحتی بکنه. حالا من تو حسابم چندی میلیون دلار داشته باشم، چون چندی میلیون دلار دارم، مثلا بر فرض مثال
برم ماشین فلان بگیرم، با هواپیما توی شهر، با جت مثلا بخوام، با یه ماشین معمولی من میتونم اوکی باشم. این که به من میگن که خب انسان لایق اون مثلا لامبورگینی، اینو من کاملا یعنی جلوش هست، مخالفش هستم، اپوزیت من هستم. اون ماشینه به من نباید اعتبار بده، منم که به اون ماشین اعتبار میدم، منم که به اون برند اعتبار میدم. اون یه شی هست، اون یک ابزاره. ببینید نوع اندیشه رو. سایه اجازه میدی لامبورگینی یا بنتلی به تو اعتبار بده؟ سایه خانم دکتر مهندس سایه از لامبورگینی اومد و واو این در لامبورگینی خودش یه اینجوری میکنی میره بالا، واو وایسل چیز رو نگاه کن، سایه رو نگاه کن چه پاشنه ای داره، او واو با مثلا یک چه میدونم سیستمی سایه آمد، به چه عکس میگیرن فلان شوتینگ اینا، از سایه دعوت میکنن که بیان سایه صحبت بکنه. اون نیروی بیرونه که من میخوام، تشنم، ایگوی من تشنه است، نفس تشنه است، لوی ویتون بده، دیور بده، گوچی بده، شنل بده، نمیدونم لامبورگینی بده، بنتلی بده، واو سوشال مدیا، واو پلتفرما، واو. این یعنی چه؟ سایه نه تنها در توهم ایگوی معنوی هست، دوم این که اتنشن میخواد بگیره. اونی هم که خوابه نمیفهمه، اون به خاطر من این ور اون ور سینه پاره میکنه. چی میگن ایرانی اگه اشتباه نکنم؟ چون که سینه پاره میکنه، هر کی پشت سر سایه صحبت میکنه این طرف میره به خاطر من خودشو پاره میکنه. دنبال سایه همچین حرفی نزنی ها. هوای منو مثلا داره میگه سایه استاده، مثلا سایه دکتر، سایه مهندسه. اونم تازه انداختم توی اسارت خودم، توی زندان خودم، توی قفس خودم و توی عالم خودش میگه سایه بیداره. بارها گفتم چرا یک خردمند پلتفرم نداره؟ چرا یک خردمند، چرا یک شامن، یک پیر سوشال مدیا نداره؟ برای اینکه اینا به روند طبیعی بیداری پشت پرده ایمان دارن. این دنبال اتنشن نیستن، دنبال دیده شدن نیستن. خب اگر من صحبت نکنم چجوری منو پیدا بکنن؟ نه ترس، نگران نباش، اون طرف آماده باشه، شما آماده باشین، پشت پرده همه همدیگر رو پیدا میکنن. خیلی از آدما با من آشنا شدن پشت پرده، نه من توی تلگرام پیدا کردن، نه توی سوشال مدیا پیدا کردن، نه توی یوتیوب پیدا کردن، نه توی اینستاگرام پیدا کردن. اینا توی میتینگ‌ها، توی رستوران، توی کافی شاپ، توی هواپیما به هم کانکت شدیم به همین راحتی. یعنی چیز عجیب و غریب، خیلی عجیب و غریب، عجیبه و غریب. درسته؟ حالا من میخوام از این اسارت بیام بیرون و بگم سلام بر آزادی، سلام بر آزادگی، از این تعصبات. یه تعصب داشتم، من دخترم، من تک فرزندم، پدر و مادرم هم باید پدرشونم در منو به دنیا آوردن، گناه که نکردن که منو به دنیا آوردن، بعد پول منو بدن، هزینه زندگی منو بدن. کی همچه حرفی زده؟ نمیخواین از این توهمات ساتن؟ هی سایه یه بیدار میشی، یه میزنم زیر گوشه به همین راحتی، با هیچ شوخی ندارم. یا سلام بر آزادگی یا بای بای آزادگی. این سلام بر آزادگی اگر داشتم که خوشا به حال من، خوشا به حال من. اگر نداشتم وای به حال من. چرا؟ به خاطر تعاملاتی که دیگه از این به بعد ما باهاش میخوایم روبرو میشیم. اون چندی بارم گفتم که فکر میکنم دیماه بود، درست دقیقا نمیدونم، بعضی موقع من میلادی شمسی قاطی میکنم، هنوز کریسمس ما نشده بود که من قشنگ یادمه که گفتم ما تبدیل به 2 مدل آدم میخوایم بشیم. آدمایی که میخوان واقعا بهش رو تجربه بکنن و آدمایی که میخوان جهنم رو تجربه بکنن. و این داستان برند و زندگی لاکچری و لایف استایل و من دارم و تو نداری و اینا دیگه من بعد نیست، تموم شد. چون داستان انرژی، ارتعاش، بو و مزه آزادی و آزادگی میده. من میخوام تمام این زنجیرها، این قفس رو، هر آنچه که من رو اسیر کرده پاره بکنم، بیام بیرون. میخوام آزاد باشم. آزادگی من نباید به شما آسیب بزنه، نباید به همسایه من، نباید به
همکار من به پدر من، مادر من، عزیز من آسیب بزنه. اگر آسیب بزنه اونجا رو من باید درستش بکنم. آمادم، سناریویی که داره برای من اتفاق میفته، اندیشم رو، کردارم رو، پندارم رو گسترده بکنم یا نه. کردار من میگه سایه اگر یک خوبی میکنی اگر انتظار داری تو بعد 24 ساعتی من منتظر باشم ببینم کاری که در حق شما دارم میکنم به من برمیگرده یا نه. خب داره برمیگرده، این ایگوه منه دیگه، نفس منه. نفس میگه بداد 2 تا لایک زدم 4 تا لایک میگیرم. نفس داره میگه ببین من اینو برای تو استوری گذاشتم، کلی رفتم ایزامفیلی کردم، ناخونامو درست کردم، آرایش کردم، برات موتیک زدم، اومدم اینجا برای تو صحبت میکنم، سخنوری میکنم، ولی تو منو لاک نکردی. برای من عدد 4 رو کامل نکردی، عدد 8 رو برای من دایرکت نکردی که من اسم فیلم رو ببینم. یعنی میلیون ها نفر در پلتفرم‌های متفاوت، پلتفرم یعنی اسارت، پلتفرم یعنی زندانی شدن، یعنی قشنگ داره مغز شما رو دانلود میکنه، مغز بشر رو دارن دانلود میکنن به راحتی. درسته؟ چیکار میکنم؟ این یه چیز اپیدمی شده. عدد 4 رو برای دریافت کد ازدواج دانلود کن. اگر میخوای برات کارهای عجیب و غریب و ماجیک و جادو اینا بکنم که چه میدونم، مثلا من اسمم اصغر عباسه، برات جادو میکنم، طلسم میکنم که عشقت اکست برگرده، که تو بهش سوار بشی، عدد 10 رو دایرکت بکن. این یعنی چی؟ چندین میلیون نفر از آدم ها این عدد رو دایرکت کردن. اون آدم یعنی اینجاش قفله. عدد 5 رو دایرکت کن. زیر این کامنت من بنویس من آماده پذیرش. کجای کار بابا، ولم کنید نکنیم، جلوشو بگیریم. یعنی من با فرستادن عدد 8 اکسم برمیگرده. یعنی تو نمیتونی به راحتی در استوری مثلا بنویسی اسم فیلمی که دیدم اینه، حتما باید 4 رو من دایره برات بکنم، حتما باید بنویسم. آیا اندیشم محدوده یا وسیعه؟ کردارم محدوده یا وسیعه؟ گفتارم تو نفهمی، تو بیشعوری، تو حیوانی، تو چی میفهمی مثلا محبت چیه؟ گفتارم محدوده یا وسیعه؟ کردارم می نویسم من دوستت دارم یا می نویسم من ازت متنفرم؟ کردارم تا جایی از خانواده‌ام مراقبت، محافظت، نگهداری میکنم که به اهداف من، به خواسته های من، به زندگی من آسیب نزنه. ولی اگر جایی احساس کردم خانواده، دوست، آشنا، پارتنر دارن وارد خط قرمز من میشن، کار من رو همیشه من رو در از من میگیرن، چی من باید بهشون خدمت بکنم، آسیب میزنن، اونجا باید جلوش وایستم. کردارم رو بهش حواسم در چه حدی من به دیگران دارم سرویس میدم. من به سانی مثلا به سپیده انقدر سرویس میدم که عاشق من بشن، بگن سایه او واو دکتر و مهندس ناسا رفته اصغر عباس سایا مثلا آدم حسابیه، توی آمریکا این هر کاری میکنن، هر چیز میگن مثلا انجام میده، عجب آدم حسابیه. الگوریتم قدیم، الگوریتم پوسیده میاد سایا رو در این تعریف میکنه، برند میپوشه، اینو سوار میشه، اونو سوار میشه، واو از این هواپیما به اون هوا، از این کشور به اون کشور، خب میاد چیکار میکنه؟ به من مثلا اینجوری اعتبار میده. اندیشه در این حده. حالا من میخوام آزادگی رو تجربه بکنم. رئیسم باسم به من گفته که تو مثلا چه میدونم اون سرویسی که من میخوام تو باید بدی، بهت انقدر پیچک میدم،
انقدر به مثلا پوزیشن میدم، تو پروموت هم میکنم، ولی باید با منم سکس بکنی. درسته؟ بعد خونه من بیای، بعد با من بخوابی، هر موقع دلم خواست بعد بیای. درسته؟ تو میای روحت رو، جسمت رو، روانت رو، بدنت رو در اختیار آدمی قرار میدی که تو رو تهدید میکنه، ولی تو به خاطر پیچک، به خاطر پول میای تن میدی. ممکنه با اون پیچک ماشین خوب بخری، ممکنه با اون پیچک چه میدونم سفرهای لاکچری بخوای بری، هتل‌های لاکچری مثلا بخوای بوک بکنی، بری توی وانش دست و پا بزنی، چلیک چلیک عکس بگیری، ولی پشت پرده چی؟ اینجا چی؟ ما ظاهر داستان رو میبینیم ولی پشت پرده رو نمیبینیم. حاضری که در این اسارت باشی یا شده دست فروشی کنار خیابون رو میکنی ولی آزاد. دیگه قضاوت مردم و نمیدونم قنبر و منبر و نمیدونم کوکب و اینا رو دیگه من کاری ندارم. من میخوام از درون آزاد بشم. آیا این رو میخوام یا نمیخوام؟ یا اون پیچکر رو میخوام تم بدم، اسیر کنم خودم رو و اورانوس اومده بوم، بیدار نمیشی. اندیشم وسیع، کردارم وسیع، گفتارم وسیع یا نه؟ چرا؟ برای اینکه انرژی انگار گوش داره، ارتعاش انگار گوش دارید، همه چی انگار تو این یونیورس گوش داره. هر آنچه که میگم دریافت میکنم، هر عملی بکنم دریافت میکنم. چرا؟ برای اینکه بارها گفتم giving receiving، هر چی رو میدم، هر کاری بکنم همون رو دریافت میکنم. میخوام کدوم یکی باشم؟ هر چیزی که الان توی زندگی من هست توی زندگی شما هست تامین بدیم. چیه؟ بیا از بیرون مدرنیزه، حالا بهش نگاه کن، اینو اونو ولش کن، من و همسایه و دوست آشنا رو ولش کنید، از دور بهش نگاه بکنید. داستان رو وقتی که ما کمی سواد چیزای بیسیک رو داشته باشیم، سواد چیز خوبیه. سواد به این نیستش که من حتما برم دانشگاه، نه، اطلاعات داشته باشم، از منابع درست تحقیق بکنم، خرد درون رو پرورش بدم. ترکیب این دوتا میشه نسخه خودتون، میشه تاکتیک منحصر به فرد خودتون. من اینو میخوام داشته باشی، تاکتیک خودت رو داشته باش، نه تاکتیک سایر رو. من نیومدم اینجا که قدرتت رو ازت بگیرم، که اومدم قدرتت رو بهت بدم. ممکنه خیلی موقع ها حتی پدر من گاهی چیز میکنه، میگه مثلا تند و تیز داری صحبت میکنی، شارپ داری صحبت میکنی، به ایگوی طرف بر میخوره دیگه، ایگوی طرف بر میخوره، بوم. من اینجا باشم عزیزم، نازنین من، بیا 2 کندل شم روشن بکنیم، یه ذره حافظ بخونیم، 4 تا نفس عمیق بگیریم. کجای کاری؟ داستان فراتر از ایناست. ما با عمق کار داریم. اون عمق حل نشه. حالا من بیام اونجا مدیتیشن بکنم، تو فکر میکنی که حالت خوبه. یک مسکنیه که فقط برای چندین ماه، چندین سال میتونه تو رو آروم بکنه. داستان ما اینه. هموطن من یا خیلی از آدمایی توی دنیا که در این مسیر هستن یه مسکن خوردن که موقتی آرومشون بکنه. اگر حقیقی بود، اگر آدما عمل میکردن، شرایط این بود، خیلی شرایط این نمیشد سایه. برای همینه میگم مزمز الکی داد و بیداد نکن عزیز من، نازنین من. بیس هر چیز ایگوه. چند نفر از هموطنای من روی هموطنام دارم کار میکنم، چون تکلم من، سخنوری من فارسیه. درسته؟ چند تا از هموطنای من حقیقتا بیدارن. تا جایی که اندازه ممه به من اعتبار بده، اندیشه من این باشه که یک پسر ایرانی، یک مرد ایرانی اندیشش اینه که زن سایز کمرش انقدر باید باشه که من وقتی باهاش سکس میکنم، وقتی اون رو بغل میگیرم، حس خوبی به من بده. یعنی این مرد چقدر میتونه حالا خودخواهی که چی؟ درگیر ایگوی بسیار چاق و چله و لو کلاسه.
یعنی کلاسش بالا نیست، کلاس بالا اینجاست، اندیشه است. کلاس بالا اندیشه است، کلاس بالا گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، ولاغه تموم شد رفت. وقتی در این حده، حالا اون یه پسر خاله داره، دختر خاله داره، 4 تا دوست آشنا داره، همین الگوریتم به اون آدم‌های خوابم منتقل میکنه، میشه اپیدمی. یهو میبینی یه کشور دنبال سایزن، دنبال اندازه من. یعنی اون دختره رو چیکار میکنه؟ میگه تو برای اینکه با من باشی تو باید اندازه سینه‌ت رو اینجوری بکنی، اندازه مثلا باسنت اینجوری بکنی، نمیدونم لیپو بکنی، لاپو بکنی، کونو بکنی، اینجوری. بعد چیلی عکس بگیری، مثلا بریم بابوسر، بریم مازندران، بریم مثلا ترکیه و دبی و اینا، روی عرش مثلا کشتی، تو سوتین خوشگل سکسی مثلا پوشیدی، تنم گرفتی، اوه حال دنیا رو داریم میکنیم. حالا این حال دنیا رو بعداً با چشم میبینی حال دنیا چیه. خب این یعنی چی؟ یعنی داستان داریم دیگه. من داستان دارم. تا موقعی که دوست داشتن من بسته به این باشه که سایز کمر اون آدم باید این باشه، یا من میتونم کمکش بکنم، تشویقش بکنم که وزنش رو بیاره پایین برای سلامتش، لیکن بیشتر خودش رو دوست داشته باشه، در مدار سلف لاو باشه. با هم هایکینگ میریم، با هم ورزش میکنیم، با هم بدو میریم، با هم طناب میزنیم، با هم میرقصیم، با هم غذا درست میکنیم. یا نه انقدر تحقیر بکنم اون زنه رو که بالاخره بره زیر تیغ جراحی و اون سیوینگی هم که داشته، اون پولی هم که داشته توی حساب، هیچی دیگه قربون صدقه دکترم باید بره که بیا من عمل کن، دوست پسرم یا شوهرم یا برعکس زنم بازو مثلا اینجوری باید باشه، کلی پروتئین و مزخرفات و چرندیات باشگاه رو مربی باشگاه ها رو قبول میکنه، میگه خب زنم دوست دخترم میخوام با هم باشه و منو ترک نکنه، منو ولم نکنه. اینا یعنی چی؟ یعنی تعصبات قدیم، یعنی زندانی، یعنی اسارت، یعنی قفس. اورانوس، پلوتو در آکواریوس. میگه تمام شد اون دوران، دیگه تمام شد. یا درود بر آزادگی یا بای بای آزادگی، یعنی همون موندن در قفس. خب موندن در قفس. این که داریم میبینین قهوه نیست، این چای مساله، این رنگیه. خب حالا مثلا میان توی لایو یه قهوه هم جلوشون میذارن و اینا نیست، توی برنامه من از این خبرها نیست. این چای مساله است. خب حالا اوکی مرجان اجازه بده من صحبت بکنم تموم بشه بعد. حالا اینایی که گفتم یک مثاله. اگر دوست دختر دارین، اگر دوست پسر دارین، صدای من رو دارین میشنوین، یا در رابطه هستین، زن دارین، شوهر دارین، هر آنچه که هست، اگر یه همچین اتفاقی هم داره توی زندگیتون میفته که امیدوارم نباشه، یعنی همتون توی بالانس باشین، توی ارتباطتون در تعادل باشین، نه بالا نه پایین، اون سعادت رو، اون کیفیت رو در زندگیتون داشته باشین، قدرت خودتون رو داشته باشین، اقتدار خودتون رو داشته باشین، خط قرمزهای خودتون رو داشته باشین. ولی اگر چیزی هست، حرف من هم امروز شنیدین، حالا از دور ببینین داستان از چه قراره. آیا دارین خودتون رو فدا میکنین بخاطر این طرف مقابل رو نگه دارین، یا نه خداحافظ من دیگه نمیخوام عزت نفسم، شرفم از این بیشتر خراب بشه، جلوش رو دیگه نگه میدارم، میخوام آزاد باشم، میخوام خودم باشم. من نمیخوام مینا، سپیده، محمد، پریسا، شکوفه، مریم منو از من بگیره. سپیده میگه اونی که من میخوام تو باید بپوشی. موقع صحبت کردم من چیکار کنم؟ جلوش وای میستم. خداحافظ سپیده. نمیدونم پارتنرم، زنم، شوهرم میگه اونی که من دلم میخواد، حتی اگر اونی که پارتنر من، اونی که حتی پارتنر من، شوهر من، زن من یه کت و شلوار، یه کت و دامن پوشیده که باب میل من نیست، ولی سایا تو انقدر باید شعور داشته باشی، انقدر کلاست باید بالا باشه، اندیشت وسیع و گسترده باش، انقدر باید نازنین باشی، حتی اگر دوست نداری اون داره میپوشه، اون باید لذت ببره. بعد بگه نازنین عزیز دلم، آره بهت میاد حتی اگر تو دوست نداری. همین این زبان من میلیون ها بار گفتم، این زبان این یا خراب میکنه یا میسازه. این میتونه خالق باشه، این زبان من میتونه خالق باشه، بوم خراب بکنه همه چیو.
من میتونم دل کسی رو بشکنم، میتونه پدرم باشه، مادرم باشه، برادرم باشه، شوهرم باشه، زنم باشه، بچه‌م باشه، یا نه دلش رو به دست بیارم. من مأموریت ندارم دل این اونو بخوام بشکنم. عزیزم مثلا حالا خیلی خوشگل بهت میاد، حتی اگه من دوست ندارم، چرا میخوام وایب منفی بهش بدم؟ یکی هم از اون ور پیدا میشه، سایه دماغت اینجوری، گوشت اینجوریه، اینجوری هم به من نگاه میکنه، من ناراحت میشم. بعد یونیورس میگه گفتی، حالا حس داری میکنی یا نه؟ یا مثلا به زنم دارم میگم که چه میدونم رنگ لباسش یا مدل موش اینجوریه، مثلا موی کوتاه دوست نداره، میگه برو موهاتو بلند بکن، ولی زن میگه من موی کوتاه خوشمه. بعد مرد میگه من اینجوری دوست ندارم، میخوام موهات بلند باشه. حالا تو دوست نداری، پارتنرت که دوست داره، که زنت که دوست داره، که چرا اجازه بهش نمیدی خودش باشه با اون مدل مویی که دوست داره، با اون نوع آرایشی که دوست داره، با اون بدنی که دوست داره؟ یا زنت مثلا 4 بار 3 بار 10 بار چه میدونم یه بار زایمان کرده، برو ترکاتو فلان کن، برو پوستت اینجوری شده، بدنت اینجوری شده، کونت اینجوری شده، مامت اینجوری شده. زن تو، پارتنر تو یک خالقه، خودش خداست، خودش خلق کرده، یه بچه رو پرورش داده. تو به جای اینکه بیای تشویقش بکنی، مشوقش بشی، حمایتش بکنی، انگیزش رو قدرتمندتر بکنی، توانمندترش بکنی، تو میذاری برو فلان کن چون من باهات حال نمیکنم. بعد اگر همون آدم بیدار بشه از خواب، اون موقع تازه داستان شروع میشه. بای. چرا تازه حالا داستان عزت نفس اومده بالا، اعتماد به نفس قدرت گرفته، تمام عضله‌ها از اون حالت شل شدگی شروع شد به صفر شدن. میگه وارد خط قرمز من بشی تنت سرویسه. نداریم ما از این برنامه‌ها. آدم بیدار آدمی که در مدار کردار و پندار و گفتار هست، طرف رو با اون فرمی که هست میپذیره. فرمش اینه. حالا بازم درود بر آزادی آزادگی یا خداحافظ آزادگی، کدوم یکی رو میخوام بپذیرم؟ نگیم سرنوشت، نگیم قضا و قدر، نگیم تقدیر خداوند. اینا دیگه خودم دارم اینا رو انتخاب میکنم، مسئولیت اینه با منه، من دارم انتخاب میکنم. بابا اون بالا همه جوره داره با من صحبت میکنه، پایین داره همه جوره با من صحبت میکنه، میگه خودت باید انتخاب بکنی. من میزنم، تو دیگه میخوای بگیری نگیری تا یا به خودت بستگی داره. تموم شد رفت. پس اگر اندیشه من در این حدیه که اونی که من دوست دارم پارتنرم باید انجام بده، یعنی من خیلی خودخواهم، در مدار خودشیفتگی هستم، ابداً خط قرمز این و اون برای من مهم نیست، میزنم میشکنم تار و مار میکنم، برام اصلا مهم نیست، اصلا I don't care. این یعنی چی؟ یعنی زندانی هم ولی فکر میکنم که زندگی میکنم، فکر میکنم که ایگو، یعنی فکر میکنم که خوشبختم، پول دارم، آدم حسابی هستم، این و اونم دارم به من کردیت میدن و دیده دارم میشم و لایک و سخنرانی و از این کشور به اون کشور و دیگه هیچی دیگه آدم ها اینجوری هست. درسته؟ ولی در صورتی که در اون آشوبه، در اون جهنم، توی جهنم دارم زندگی میکنم، نه در آزادگی. پس چیزی که در زندگی من الان داره اتفاق میفته به فرم‌های متفاوت، از محیط کار گرفته، همکار گرفته، رابطه گرفته، پدر مادر گرفته، هر چیزی که شده، تمرین ببینید از بیرون بهش نگاه بکنید، ببینید که سایه گفت درود بر آزادگی. این آزادگی نباید چون من فلانم همه چی باید تار و مار بشه و همه چی، نه، تا جایی که حواسم هست به خط قرمز اینا اون، تا جایی که به عزت نفس، اعتماد به نفس آسیبی نزنه، تا جایی که من تهدید نشم، تا جایی که حریم من حفظ بشه، تا جایی که احساس امنیت بکنم، تا جایی که من رو از من نباید بگیرن. هر جا احساس کردم، فکر کردم که من رو دارن از من میگیرن، اونجاست که باید وارد عمل بشم. اون وارد عمل شدن الان بسیار مهمه که با چه انرژی وارد عمل میشم. آیا بزنم طرف رو، یه مثلا اسلحه بردارم بیم بزنم طرف رو بکشم، به طرف چاقو بزنم، 4 تا دریوری بگم، تهمت بهش بزنم، یا نه خشمی که دارم، ناراحتی که دارم، باید بهش آگاه بشم، هوشیار بشم و آگاهانه اکت بکنم، آگاهانه عمل بکنم. حواسم باشه که
گفتارم، کردارم، پندارم چیه، در چه لولی هست. دقیقاً تو همچین جاهایی همون گفتار کردار رو یادتون بیارین. یعنی ایگو داره خود میکنه، مزمز میکنه، یا ایگو رو میتونی مدیریتش بکنی. با چه نوع انرژی خشمی وارد مدار داری میشین که طرف رو بنشونی سر جاش. درسته؟ حالا الان اینجا مثلا خب این ماه کامل انرژی انفجاری تقابل مارس و پلوتو رو دوباره به اوج میرساند. یعنی یه سناریویی بالاخره میتونه باشه، حالا از توی خونمون، از محیط کارمون گرفته تا اجتماع، تا میتونه آشوب‌های سیاسی باشه. درسته؟ و تنها چند روز دیگه ماه کامل عقرب رخ میدهد، کاری نداریم. این ماه کامل انرژی انفجاری تقابل مارس و پلوتو رو دوباره به اوج میرساند. سایا هر چیزی که هست، هر چالشی که هست، هر ناراحتی که هست، هر پرابلمی که هست، تو باید بدانی اگر یک ذره احساس کردی که انرژی بدن دچار خشم، دچار انفجار، دچار مثلا میزنم میکشم، تو باید حواست باشه که یعنی از ملاج سر این انرژی رو من دارم دانلود میکنم. دانلود چی؟ دانلود انرژی انفجاری تقابل مارس و پلوتو داره به اوج میرسه. اگر کسی به سایه اینو بگه بوم، سایه تو این بوم رو، این دوز بوم رو باید مدیریت کنی. اگر مدیریت نکنی بیچاره میشی. درسته؟ و صاعقه اورانوس همراه با خورشید زمین را میلرزاند و این چنین است که آخرین گدازه های درون فوران میکنه. ببینید فوران میکنه، گفتم پس باید حواسم به خشمم، به نوع انرژی بدنم باشه که به دیگران هم آسیب نزنم، سرکوبش نکنم، ناراحتیم رو عنوان بکنم، خشمم رو عنوان بکنم، اما گفتار، کردار، پندار تا ما کاملا با ساقه اورانوس آزاد بشیم. سایه میخوای آزاد بشی، میخوای نشی، میخوای آزاد بشی، میخوای آزاد بشی، دیگه بستگی به خودت داره. اینجا دیگه تقدیر و قضا و قدر و اینا دیگه معنا نداره. خودم دارم الان اینجا سرنوشت خودم رو مینویسم. جایی که من دارم تحقیر میشم، توی محیط کار دارم تحقیر میشم، ولی به خاطر پیچینگ مجبورم اونجا دووم بیارم. الان وقتشه که من آزاد بشم. آقا من تحقیر اجازه نمیدم شما منو تحقیر بکنی. تو ماشین میخوابم یا تو خونه من رو تحقیر میکنن، به من مثلا میگن کوچولو، به من میگن چاپ، به من میگن مثلا بلا 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 بلا، دیگه تو اون خونه نمیمونم. تو ماشین میخوابم، شده کار میکنم، 2 شیفت 3 شیفت کار میکنم، پول در میارم، یه اتاق حداقل شیر میکنم، یه همخونه پیدا، ولی تن به این حقارت نمیدم. میخوام آزاد بشم، نمیخوام دیگه تحقیر بشم، نمیخوام کسی بدن من رو مسخره بکنه، هیکل من رو مسخره بکنه، سایز من رو مسخره بکنه، لب و لوچه من رو مسخره بکنه، نوع حرف زدن من رو، لهجه من رو مسخره بکنه. دیگه نمیذارم. میخوام آزاد بشم. میخوام بگم درود بر آزادی و آزادگی. اونجاست که خودم به خودم نزدیک شدم. اونجاست که من میفهمم من آزاد هستم و اینکه اجازه میدم بقیه هم آزاد باشن. ولی این آزادگی نباید از اون حالت تعادلم بیاد بیرون، از اون حالت تعادل بیاد بیرون. چون مثلا آزاده، من مثلا با شورت یا با بیکینی مثلا برم بیرون. آزادگی یعنی آقا اون داره نماز میخونه یا روزه است، کلیسا میره، هر کاری میکنه، به خودش، به من مربوط نیست. تا جایی که به من آسیب نزنه من به اون آسیب نزنه. میخواد نماز بخونه، بزن نماز بخونه. طرف داره نماز میخونه، درسته، ولی از این برم داره اذیت میکنه، جلو اون رو باید بگیرم. داره به من فحش میده، نماز میخونه ولی داره به من فحش میده، داره به من بی احترامی میکنه. اون آزادگی دوزش هم باید حواسم باشه که بالانس رو داشته باشم. درود بر آزادگی. خودم به خودم نزدیک شدم. دوست دارم، مشتاقم، مایلم که دیگران هم آزاد باشن. دوست داری مثلا مهمونی داری میری، عروسی داری میری، هر چی دوست داری لباس بپوشی، به من مربوط نیست. دیگه نگم چون من نمیخوام تو نباید این لباسو بپوشی، چون من میگم تو باید این کن. پس این آزادی چی شد؟ زمانی معنا پیدا میکنه در جامعه من، در دنیایی که توش زندگی میکنم، که به اون طرف مقابل اجازه گفتمان بدم، اجازه حق دفاع بدم، دفاع بکنه، حرف بزنه، نظر بده، مشارکت بکنه، همکاری بکنه، به نظرش احترام بگذارم.
درسته؟ حالا پس من با یا ساقه اورانوس بیدار میشم، یعنی آزاد میشم یا نمیشم. حالا ببینید ما از اکتبر برای این لحظه آماده شدیم و از می 2023 برای این هفته ساخته شد. یعنی از می 2023 انقدر سناریو بر ما جاری شده از طریق جامعه، اجتماع، قدرتمندان، سیاسی، اجتماعی، خانواده، رابطه، پول، کار، یعنی انقدر سناریو بر ما سرازیر شده، جاری شده تا برای می، یعنی از می 2023 یعنی چند سال پیش داریم ساخته میشیم برای انرژی هایی که همکنون که دارم صحبت میکنم، انرژی هایی که همکنون دارم الان صحبت میکنم توش، تا قدرت درونی خودمون رو ادعا بکنیم. ببینید از همون اول چی گفتم، قدرت رو پس میگیرم، اقتدارم پس میگیرم یا نه. میخوام آزادگی رو یک بار برای همیشه از درون لمس بکنم. از این آزادگی چیه؟ من دلم خواست امروز مشکی بپوشم، با سوتین که نیومدم که جلوی دوربین. پس باید حواسم باشه این آزادگی یعنی هر چیزی یه جایی داره، یه مکانی داره. اینو من باید اندیشم وسیع باشه که تشخیص بدم، نه اینکه لخت اوریم بلندشم برم جا. چیکار میکنم؟ میام منو دستگیر میکنن. به هر حال مملکت اون جامعه یک قوانینی داره، که قوانین نباشه هیچ دیگه آب رو بند نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. باید پس قوانینم باشه، اون پالیسی باید باشه، چراغ راهنما باید باشه. اگر نباشه هیچ دیگه ممکنه یه معتاد، یه کسی که ماجیک ماشروم زده داره درایو هم میکنه، ممکنه از روی منم رد بشه. پس باید قوانین باشه. ولی این که من میخوام از این ساقه اورانوس آزاد بشم یا نشم مهمه. پس از چند سال پیش من دارم آماده میشم. یعنی ببینیم چه سناریوهایی تو این 3 سال از 23 برای ما اتفاق افتاده. یعنی روی حساب بوده، یعنی روی نظم الهی بوده، یعنی روی صلاح دید ارتعاشات بوده. انقدر یعنی این سناریو اومده تا به من بگه که یادآوری بکنه سایا میخوای از این صاعقه آزاد بشی یا نه. یعنی هیچ چیزی در این جهان، در زندگی ما، در جامعه ما بی دلیل اتفاق نمیفته. همه چیز سر جاشه. اون کسی که باید آدم بکشه در کار ماموریت خودش رو انجام میده، من کار خودم رو ماموریت خودم انجام میدم، شهردار داره کار خودش رو انجام میده، ترامپ کار خودش رو انجام میده، اون یکی چلاقه کار خودش رو داره انجام میده. هر کسی تو این دنیا یک ماموریتی برای خودش داره. درسته؟ پس و کد جدید نهادی نمیشه. یعنی امروز ونوس پس از این سفر دراز از نشان قوچ برمیگرده و فردا با پلوتو سکسایل میکنه و کد جدید رو دیروز من بارگذاری چی کردم؟ برگردید به دیروز، برگردید به هفته پیش، برگردید به 2 سال پیشتون. چه چیزایی رو تغییر دادین؟ بارگذاری اتفاق افتاده یا نه؟ از اون الگوریتم جدید رها شدین یا نه؟ یعنی کد جدید، سایفر جدید نهادی نمیشه. دیگه نمیترسی؟ دیگه اجازه نمیدم پدرم مادرم منو با کردیت کارت به ترسونه. اگر مثلا تو بری از خونه، من دیگه کردیت کارت نمیدم، دیگه نمیتونی بنتلی پدرت رو سوار بشی، نمیدونم همین توسکان پدرت رو سوار بشی با دوست پسرت مثلا بری این ور اون ور و اینا پوز بدی. میاد چیکار میکنه؟ تو برای اینکه از دوست پسرت رو از دست ندی و ماشین توسکان پدرت رو داشته باشی میای تن میدی، یعنی دوباره برمیگردی به اون اسارت خودت. ولی ساقه اورانوس میگه بیا بیرون. اون پسر اگر قراره با داشتن توسکان پدرت که همش پسران این ور اون ور میبری بخواد بره، بذار بره. اومده که بره، نه اومده که بمونه. اومده یه چیزی به تو یاد بده. یعنی چی؟ خانم ایکس، آقای ایکس، از دل ترست بیا بیرون، برو بیرون. از منطقه امنت بیا بیرون، بیا دنیا رو یه جور دیگه ببین، حیات رو جور دیگه ببین، از این قفس بیا بیرون. درود بر آزادی آزادگی. ببین چه خبره، 4 تا چیز ببین، 4 تا برنامه ببین، 4 تا مدار بالاتر، 4 تا ارتش بالاتر، آدمایی با کیفیت بالاتر رو ببین. این سفره پهنه. of course حواسم جمعه، هوشیارم، نوش جونم، من بر میدارم. چرا بر ندارم؟ بالا یه سفره داره پهن میکنه، من سهم خودم رو بر میدارم. مگه اینکه احمق باشم، مگه اینکه نادان باشم، مگه اینکه جاهل باشم و غرق در دنیای ماتریکس باشم. دیگه نمیترسی، نه از رفتنها، نه از دست دادنها. پیچکم رو نمیده برای اینکه من باش سکس نمیکنم، برای اینکه باش چه اشکالی نداره، میرم از یه جای دیگه دوباره شروع میکنم. همین که ایمان، اعتماد، امید داشته باشی، یونیورس ابزارش رو برای شما آماده میکنه. اگه برای من زایا داده، ابزارش رو به من داده، در مسیر من قرار گرفته، برای شما پس قرار میده. حالا و این انرژی نشون میده که هیچ وقت اینقدر مصمم نبودیم. درود بر آزادی و هیچ وقت اینقدر شجاع نبودیم.
بر فراز قله ایستاده که از توده خاکسترهایت شکل گرفته و فریاد می‌زنی من شکست ناپذیرم. بال پروازم رو شکستید اما من پرواز کردن رو آموختم. من دوباره پرواز میکنم. درود بر آزادی آزادگی. من دوباره میخوام پرواز بکنم. دیگه اجازه نمیدم آدمو وارد خط قرمز من بشن. دیگه اجازه نمیدم مسخره‌ام بکنن، حقیرم بکنن، به من ترس بدن، به من استرس بدن. این ماه کامل پایان طلسم ماه گرفتگی عقرب از سال 2022 خواهد بود. پس حواسم باشه که یک قدرت انفجاری ما داریم و این ماه کامل زمان تصمیم قطعی برای اقدام. یک بار برای همیشه تصمیم قطعی میگیرم، چون از بالا پایین دارم حمایت میشم، دارم ساپورت میشم و این روزها همه ماها در حال آماده شدن برای این ماه کامل فینال هستیم. اینم از این. حالا خب این لایو امروز بود دوستان. کسی میخواد بیاد بالا صحبت بکنه یا نه؟ درود بر شما نازنین. حالتون چطوره؟ صدای منو دارین؟ سلام سایه جان، وقتتون بخیر. درود نازنین جانم. سایه جان، من یک سوالی داشتم. توی یکی از وایساتون هم گفتید که یکی از بچهای گروه مشعل مطرح کرده، واسم جالب بود. من توی این یک هفته اخیر یه چیزایی توی هوا، مثلا عنصر هوا حس میکنم، انگار که نمیدونم حالا اصطلاحش رو درست میگم یا نه، مثلا انگار آن و آف میشم، انگار همش مدام رو هم کشیده میشه. بعد مثلا گاهی پنیک میکردم، ولی بعد مثلا پامو میذاشتم رو خاک یا یه سری کارا میکردم که حالا مثلا احساس میگم الان دارم میمیرم، بعد دوباره مثلا اوکی میشد و این ترسش بود. بعد دیدم شما گفتید انرژی ناشناخته است، حالا یه ذره امیدواری پیدا میکردم. حالا بخوام کوتاهش کنم، سوالم اینه که وقتی که این شکلی میشم یا یه جاهای انرژی زیادی توی ملاج سرم و صورتم حس میکنم، انگار دلم میخواد بدوم، نمیدونم اصلا چی کارش کنم واقعیت. یه ذره سختمه. اوکی. میتونین قطع بکنی اسپیکرتون رو؟ اوکی. اوکی. خب امیدوارم که شما هم شنیده باشین، براتون آن آف نشه. خب حالا چند روز قبل اگه اشتباه نکنم 2 هفته پیش بود که یکی از بچه‌ها فکر کنم فرزانه بود صحبت کرد، چیزایی که مثلا توی هوا هست، یعنی توی انرژی هوا هست. بله انرژی های ناشناخته ما داریم. هیچ کس قطعا نمیتونه بگه که این انرژی مثلا چی، برای اینکه ناشناخته است. درسته؟ یعنی از یه طرف دیگه بدن ما میتونه حس خوبی به ما بده، یه حال خوبی به ما بتونه بده، ولی از طرفی داستان این نکته اینه، با من باشید در لحظه حال آب ولرمم این وسط رو بخورید، آب ولرمم بنوشید، بخورید. از یه طرف ما احساس ترس داریم، مثلا میگه که انرژی من انقدر زیاده، یا ملاج سر من احساس کنم پر از برقه، پر از مغناطیسه، یه جوریم، یه گاهی شاید میتونه به حالت سرخوشی برسه، ولی روی زمین داره راه میره، روی دل مادر زمین داره راه میره. چون نمیتونه تشخیص بده، چی کار میکنه؟ ایگو حالا میاد بالا. ببین میخواد فراسو بره، روح این رو به فراسو بکشونه، این انرژی ناشناخته این رو به فراسو برسونه، یعنی بره فراسوی ذهن. یعنی اون ور پرده رو میخواد ببینه، اون ور پرده رو میخواد تجربه بکنه، اون ور پرده رو میخواد احساس بکنه. بدن 20 سال 30 سال به ماندن در اون منطقه امن عادت کرده و حالا تحت تعاملات بالا و انرژی پایین یک چیزایی هست که با چشم قابل دیدن نیست، ولی احساس میکنه، چون بدن گفتیم مثل نردبان میمونه دیگه، یعنی در دنیای میانیه بین پدر آسمان و مادر زمین. درسته؟ این بدن واسطه که اینها رو احساس بکنه، تجربه بکنه. چون این بدن نباشه من چجوری باید احساس بکنم؟ چون ناشناخته است و میخواد اون ور پرده رو ببینه. میترسه. ایگو میاد چیکار میکنه؟ میترسه نکنه ببینم، نکنه سکته قلبی بکنم، نکنه اون اتفاق بیفته، قلبم بگیره. میدونی اون احساس ترس میاد غالب میشه. برای همینه که همیشه من از کلمه حساس شدن استفاده میکنم. مثلا منم یه زمان پیتر یه سری احساساتی رو که داشتم، اولین چیزی که
میگفت خیلی کوتاه، پیتر خیلی صحبت کوتاه صحبت میکرد، مثلا تومار براش مینوشتم یا میگفتم یه کلمه حساس نشو، به من میگفت ابزرو کن، همون احساس ناشناختم که داری حساس نشو. الان میفهمم یعنی چی حساس نشو. اجازه بده که اون بارگذاریه که اون لحظه متوجه نمیشی اتفاق بیفته، شکل بگیره، فرم بگیره، ابزروش بکن، دستکاری نکن، نگو میترسم. اون ترس اومد، تماشاش بکن، ناظر باش، مشاهدهش بکن، نگو که ترسیدم. تا گفتی ترسیدم، احساس ترس اومد، چون ناشناخته است میترسی، چون تجربهش نکردی. من اگه به شما بگم مثلا لهواشک، شما تجربهش کردین، به به. مثلا اگه بگم من سنگ خوردم، شما چی داره میگم من سنگ خوردم، من تجربهش کردم، شما نخوردی، سنگ نخوردی، سنگ رو مزه نکرد توی دهنه، درسته؟ نمیفهم، میترسی، میگه سنگ بخورم اینجوریه، ولی من تجربهش کردم، درسته؟ حالا حساس نشو، چون زمانی که حساس بشین اون گره اتفاق میفته توی بدن، یعنی مسیر اون سیلاب اون اطلاعات رو شما میبندی. دقیقا اونجایی که قراره ببنده، من از کلمه حساس استفاده میگم حساس نشید، فقط نگاهش بکنید، اجازه بدید که اون تجربه فراسوی ذهن برای شما اتفاق بیفته، چون فراسوی ذهن اتفاق میفته دیگه با کلام و اینا جاری نمیشه، این چیزیه که فقط خودت میدونی چیه، یعنی حالت سرخوشی داره، درسته؟ حالا پس آبی که داره میاد از بالا، داره میاد یا از آبشار داره میاد یا از رودخانه، از جلوی چشم من داره رد میشه، من نباید با حساس شدن جلوی این سیلاب رو بگیرم، فقط باید مشاهدهش انقدر مشاهدهش بکنم، دنبال نتیجه نباید باشم، اینکه حالا چی به من آید میشه چی نمیشه رو کاری ندارم، اجازه بدم که اون آبه از بالا که داره میاد فقط نگاهش میکنم، این آبه رو نگاهش میکنم، داره میره، فقط نگاه کن، برو انقدر برو که احساس حل شدن بکنی. حل شدن یعنی چی؟ حالا این رو من اینجور تجربه میکنم. حل شدن یعنی که تو بدن، افکار، ذهن، احساسات، کشور، سگ، آدم نیستی، یه چیزی که فراسوه، بالاست، مثلا بالاست، درسته؟ پس با حساس شدن، ترس، استرس، فضولی ببینم چیه، خب دیگه بستش، دیگه مسیر سیلاب رو بستی، دیگه من کاری نمیتونم بکنم. برای همینه که میگم حساس نشید، اجازه بدین این سیلاب اتفاق بیفته، فقط ببین داره میره، برو باش، برو. از مرگ میترسی؟ بذار سیال بشه، از مرگ میخوای بترسی؟ رهاش بکن، بذار بره، بذار اتفاق بیفته، اجازه بده که فراسو بری. میترسی؟ چون بدن، الگوریتم، ذهن عادت کرده که این وره ذهن باشه، نمیتونه اون وره ذهن بره، مگه اینکه با تمرین practice you become master. میتونی مستر بشی، میتونی استاد درونت بشی. انسان توانمنده که این هیولا رو بیدار بکنه با تمرین فقط باید سری بعد این حس ناشناخته اومد، سایا گفت، فلانی گفت، حساس نش، اجازه بده این آبه، این سیلاب اتفاق، فقط ببین از من میترسه، بلش ببین، همون مرگرم ببین، ضربان قلبت داره میره، ضربان قلبتو ببین، بذار این سیلابه بره. جاری میگیم، جاری چیزی یاد گرفتیم، جاری باش. جاری چی باش؟ جاری یعنی چی؟ دستت به دستش نباید بخوره، دستت به سایزش نباید بخوره، دستت به فرمش نباید بخوره، شکل و فرم خودش رو بذار داشته باشه، وارد میدانش نشو. مشاهده بکن، هر آنچه که وقتش بشه توی زمانش اتفاق میفته، شما آماده دریافتش باشی اتفاق میفته. و همچین سناریویی که وارد میشه یا توی بدنمون اتفاق میفته، احساسات متفاوت داریم، یعنی هم احساس خوب داریم هم احساس ترس داریم، این توی ذهنتون باشه که یادمه یه روزی کسی گفت اجازه بده ناز مشاهدش بکن، این حس و حال رو که complicated هم کمی هست، این فقط مشاهدش بکن، برو اصلا، یعنی دنبال این نباش وای قراره چه اتفاقی بیفته، اعتماد به پروسه بکن،
به پروسه ایمان داشته باش، اعتماد بکن، صبور باش. صبور باید باشی تا کی؟ تا آخر عمرت باید صبور باشی، باید صبر رو یاد بگیری. من میخوام مدیتیشن بکنم یه چیزی به دست بیارم. آقا سیال باش، ببین چه اتفاقایی برات میفته. فقط سیال، یعنی دست به اندازش نزن. دخالت نباید بکنیم، چون اگر دخالت ما بکنیم مسیر این سیلاب رو خودمون با دست خودمون با عدم شناخت ایگو اون رو گره میزنیم. انگار یه طناب از این و یه طناب از این و. حالا این طناب رو داستانش رو میگم. این یه طناب از دل زمین، یه طناب از دل پدر آسمان. درسته؟ آیا من اجازه میدم که این سر این دوتا طناب در مرکز قفسه سینم بوم کانکت بشه، بارگذاری بشه، یا نه ایگو رو غالب بکنم؟ اجازه بده که این دوتا روش یا روند طبیعی رشد خودشون رو داشته باشن. چون اگر حواسم به ایگو نباشه گره میزنم. یعنی ایگو غالب شد و گره زد. ایگو نذاشت که من فراسوی ذهن برم، فراسوی اونور پرده برم، فراسوی ذهن، فراسوی بدن، فراسوی افکار، فراسوی احساسات، فراسوی اصلا انسان بودن، بشر بودن برم. من همیشه، یعنی ما انسان از بالا مثل یک طناب داریم دریافت میکنیم، از پایینم داریم دریافت میکنیم. حالا اجازه میدیم که اینجا آرام باشه، در تعادل باشه یا نه. That's it. اوکی. لایو امروزم تا اینجا دوستان. ببینم کیا هستن. اوکی، امیدوارم که دوستان نکته لایو امروز رو گرفته باشین، آرام باشین. هر اتفاقی که میخواد بیفته تا جایی که ما باید کنترلش بکنیم، مدیریتش بکنیم، و اینم مدیریتش میکنیم. باید لیدر بودن رو، رهبری کردن، مدیریت کردن رو باید یاد گرفته باشیم. تا الان باید یاد گرفته باشیم. چون خیلی میخونیم، یادداشت میکنیم، ضبط میکنیم، مینویسیم، شرکت میکنیم از این ورکشاپ به اون ورکشاپ. باید پس تو این جور چیزایی که بسیار بیسیکه باید مهارت داشته باشیم، باید توانمند باشیم. درسته؟ بتونیم مدیریت بکنیم خشممون رو، دوز خشممون رو، ناراحتیمون رو. هر دوزی برای هر آدمی فرق میکنه. آسانی تحمل فرق میکنه، آسانی خشم فرق میکنه. اینا رو فقط باید بهش آگاه بشیم. جایی که خارج از کنترل منه باید مشاهده بکنم، جایی که خارج از کنترل منه باید تسلیم بشم. جایی که باید خط قرمز رو مشخص بکنم، طرف بعدش بیاد خوشش بیاد کاری ندارم، مشخص میکنم. جایی که احساس میکنم که آزادگی من گرفته میشه، یک بار برای همیشه این داستان رو تموم میکنم. بهاش هر چی بشه پرداخت میکنم. اونی که نگه دارنده است من رو نگه میداره. نه اجازه میده من گشنه باشم، نه اجازه میده من بی‌پناه باشم، نه اجازه میده که من سقف بالای سر نداشته باشم. آدمهاش، ابزارش، وسیلش، لوکیشنش، خونش، پولش، کارش، همه چی ترتیب داده میشه توسط فرکانس‌ها، توسط ارتعاشات، توسط خالق، توسط طبیعت، توسط پدر آسمان، ما در زمین. همه اینو دست به دست هم میده که من رو از اون شرایط بیاره بیرون. ولی اینکه من همینجوری بشینم اینجوری و ببینم ما در زمین و پدر آسمان و یونیورس و فرشته و میکائیل و عزراییل چیکار داره میکنه، نه همچین دنیایی نیست. کافیه من ایمان پیدا بکنم، کافیه که یک بار برای همیشه آزاد زندگی بکنم، آزاده باشم و قدم بردارم برای بهبود درون و بهبود بیرون. یعنی هم درون هم بیرون. قدم برمیدارم آرام، کوچک، فشرده، صبور، با اعتماد. باید اعتماد داشته باشم به این پروسه. بعد ببین تمام این برنامه‌ها چجوری دست به دست هم میده که من رو از این شرایط بیاره بیرون. ولی کلید کجاست؟ ایمان، باور باید داشته باشه که این اتفاق میافته. علاقه. اوکی؟ پس ما میتونیم بگیم که درود بر آزادی، آزادگی. و از این سناریوی تلخ که ظاهر تلخ که در زندگی ما هست، در اجتماع ما هست، در مملکت ما هست، یک بار برای همیشه با انتخاب و با تصمیم خودمون ازش بیایم بیرون، یا خودمون تصمیم میگیریم که در اون قفس خودمون، زندان خودمون بمونیم. متکی به خودمون، متکی به نیروی درونمون باشیم، نه نیروی بیرون. جایی که نیاز باشه بله مشورت میگیریم، مشاوره میکنیم، پیشنهاد میگیریم، با اطرافیانم صحبت میکنیم، ولی در نهایت خودمون تصمیم گیرنده هستیم.
پس باید حواسم جمع باشه. حواسم خیلی باید جمع باشه. خیلی باید حواسم جمع باشه. تیز باشم. مثل عقاب تیز باشم. تو هوا بگیرم داستان رو که امن هستم، احترام من محفوظه، اعتماد به نفس من، شرف من، انسان بودن من، همه چی سر جاشه یا نه. یا اگر نیست عمل باید بکنم، قدم بردارم. بقیهش رو دیگه ولش کن. تو قدم بردار ببینم که ابزارهای بیرون چجوری قدم از قدم بر نمیدار. همه چی سر جاشه. اینجا هیچ کدوم ما مجازات نمیشیم. نیومدیم اینجا برای اومدیم که به یاد بیاریم تجربه بکنیم. تجربه داریم میکنیم. پس درود بر آزادی و آزادگی و درود بر این شیقه حیات ابدی، این شیقه ابدی، جوانی ابدی، سلامت ابدی، نشاط ابدی. مخلص همگی. کیپ این تچ هستی. stay safe تا بعد. خدا نگهدار.